خب این آقایی که داری اینجا میبینید میخوایم کلیه‌اش رو نگاه کنیم. اگه کلیه‌اش رو بیارید ما ببینیم. الان توی کلیه این فرد من دارم چه چیزایی میبینم؟ میبینم کلیه راست به بزرگ سیارک زیری نزدیکتره، پس در نتیجه سیارک کلیه راست از چپ کوتاه‌تره. کلیه چپ به سرخرگ آورت نزدیکتره، پس در نتیجه سرخرگ کلیه چپ از سرخرگ کلیه راست کوتاه‌تره. باز اگه نگاه کنی سرخرگ کلیه راست از پشت بزرگ سیارک زیرین داره رد میشه. یا توی یه دونه کلیه رو نگاه کنم یه ناحیه قشری داره، یه ناحیه مرکزی. میبینی تو اون مرکزه هرم‌های کلیه هست. حالا توی هر کلیه سه نفرون داریم. نفرون رو بیارید. اینها ببین نفرون رو اگه نگاه کنی یه کپسول بومن داره، یه پیچیده نزدیک، یه لوله هنله، یه پیچیده دور. در نهایت نفرون میریزه تو جمع کننده ادرار. ببین جمع کننده جزء نفرون به حساب نمیاد، چندین تا نفرون داره میریزه به یک جمع کننده ادرار. درست شد؟ حالا بریم تو کپسول بومن رو ببینیم. این کپسول بومن میشه بخش قیف مانند نفرون. ببین کلیه دو تا بخش قیف مانند داره، یه دونه کپسول بومن، یه دونه لگنچ است. حالا من توی این کپسول بومن سرخرگ آوران رو دارم میبینم، شبکه مویرگی به نام کلافک رو دارم میبینم، سرخرگ وابران رو دارم میبینم و سلای پادار یا پودوسیت که جلوی تراوش یه سری مواد رو گرفته. حالا بریم این تو ببینیم تراوشه چجوریه. نگاه کن این خیلی جالبه. میبینی خون داره توی این کلافک حرکت میکنه، این حرکت خون رو داری میبینی. از اون ور از منافذ مویرگ مواد زائد و مواد مفید همه چی با هم داره میاد بیرون. این مواد میره توی نفرون و توی ادامه مسیر قرار بازجذب و ترشح انجام بشه و ادرار نهایی تولید بشه. ترکیب نهایی ادرار بچه تو لگنچه معلوم میشه، یعنی تا آخر جمع کننده ادرار بازجذب و ترشح انجام میشه و لگنچه به بعد دیگه تغییری نمیکنه و ادرار نهایی رو میبینیم ما. کلایو، کلاس لایو.